جسارت داشته باشی فرود. نقشه‌هایمان عملی نشده ایستاده‌اند. تشکیلات ضرر دیده ایستاده است. شما باشید در اینجا مثل کودکان با هم در افتاده اید. این کاری شوخی نیست رفیقان. جدی رفتار کنید. کماندان، جنگ و جنجال را یک جا گذارید و فکر کنید که محافظان را چطور نیست کنیم. اگر محافظان در همه جا پهن گردند، تشکیلات دیگر هیچ کار کردن نمیتواند. چشمانتان را کشایید. باید چاره اندیشید. کماندان، فکر میکنم برای ما از جانب پیشوایمان کمک لازم است. قرارگاه قراری نببرابد. در طول یک چند مدت باید پسران آدمان دیندار را گریزانده و دستشان سلاح گیریم و این جوانان از جانب تشکیلات وظیفه‌ها داده می‌شوند. با این راه آدمان دیندار را هم طرفدار خود میکنیم. این کار را به شما میسپارم. پسر رئیس دهه گودیلچه را میگریزانید. آقای زینال آدمی دیندار است. کار را میکنیم که این آدم به خاطر فرزندش شده همه کارش را ماند و از گپ تشکیلات بیرون نبراید. نبیرهاتان شمال خورده است. او را احتیاط کنید. حاضر بداشی یک چند دورو می نویسم آقای زینال. سلامت باش دکتر. پدر این کودک تو هستی. نگاه کردن ایست و به نزدش بیا. خوش دست پدر. بیا. آقای دکتر، این پسری من جاوید کمی شرمگین است. شرمگین. خوش آمدی جاوید. خوش باشید آقای دکتر. با شرمگینیش نگاه نکرده. جاوید ناترس است. از او محافظی خوب میبراید. منطقه همان را جاوید بر این جوانان جسور باید حمایه کنند آقای زینال. با خواست خدا همش میشود. انشالله همون یک جای مبارزه میبریم. انشالله. توبه، گویا این چوپان خودش بیگناه باشد و باز ما را رشک میکند. از دستی دختران بیگناه گردندن میگیرد و گپی خوش را از ما دریغ میدارد. این مردم اینقدر بیوفا بودند. اینقدر بیوفا بودند. خزبان ربای آن مکتوب رو با برفین کی فرستاد؟ خزبان من از کجا دانم؟ از خودش پرس. خزبان گپ زن خزبان، وگرنه احوالت بد میشود. گپ زن میگویم. سخت ترسیدم. فکر میکردی که مرا ترسانده که بودن دادری اکا یشه رو میفهمی. خیلی خوبت. سلیم؟ من کی بودنش رو نگفتم. از کجا فهمیدی؟ خزبانی بی عقل، تو که یک سی رو پنهان کرده میتونسته باشی ها؟ آی بناموس، تو خودت کی هستی؟ به همسری من مکتوب بنویسی؟ گپ زن ابله. تو دیرانه من کی نویسم؟ به من گوش کن خلید. برخین حال هم همسری من است. اگر باری دیگر تو رو در اطرافش بینم بعد از خودت گیره کن. فهمیدی؟ تو رو از دست این دیوانه نجات میدیم برفین. صبر کن. برفین خیست تو همه اماده شو. گفتم که من نمیروم مادر جان. دخترم دیلو میرنجد. اوف چرا اینقدر یکرم هستی؟ مادر جان من تیارم. به پیشترم چشم نرسد. اینقدر زیبا شده است. برفین خیست تو همه نه مادر جان. خالای زیلوف برای بردن تو آمدم. نرنج لیکن من نمیروم دیلو. نمیشود. در این روز مرا تنها نگذار برفین. من بغیر از شما دیگر کسی ندارم. دخترم من تو را مثل خواهرم دوست می‌دارم. اما اون زن تو حالا هم همسر یلمز هستی برفین. زیلن بیگانه است. یک روز نه یک روز میرود. بیا آماده شو. در این روز مرا تنها نگذار. بیا دخترم تیار شو. مایلش.
میروم. تشکر خواهرم. قریب بیگاه شد. کمی بعد مهمان ها هم می آید. بیا خودمون رویم. برفین بعد می آید. رفتیم دخترم. تو هم آماده شد. با فکرم خانانش رو برآورده است. بله پسرم، همه سخنانت را یک به یک بگو گفتم. میدانم خوشبختیش رو میخواهی، لیکن دل قرارش رو برآورده است. دیگر از دستمان چیزی نمی. خداوند او را خوشبخت گرداند. کشتی این من. از برگشتنت معلوم می شود که او را به خطر رسانیدی. نه، محافظان از پیش رو هم برآمدند. او را از دل کشته نمی شود. این طور باشد. از نزدیک کش. هوا که تاریک شد بدی هم می روم. گوش میکنم خواهرم. به نزد دکتر آمده. دکتر نیست. در کجاست؟ با همشیره دلو خودگار آمده است. اگر سخت بیمار باشی رفته جه زنم. نه تشکر. پگاه می آیم. مایدش. برفین خداوند هر دویشان را خوشبخت گرداند انشاءالله. انشاءالله. برفین خوش آمدید. بیا دخترم بیاشید. خوش آمدی برفین. خوش باشه. دلم و مهمان ها یکان چیز بیار. خوب شد است یلمز. باز یگان خواهش دارید؟ هیچ چیز نمیخواهم. خدا از تو راضی باشد. از شما هم. خداوند شما را از سرمون دور نسوزد. کودک یاد دارد؟ مثل پیشتره. لا اله
الا الله محمد رسول الله. مشکل شد؟ بهتر شد پسرم؟ بله پدر، کمی بهتر شد. از آن را گفتم بیا از نماز دیر نمانیم. رفتیم. شما روید پدر، من امروز در خونه میخونم. کودک رو تنها نمونم میگویم. مایلش سلامت. شما هم سلامت باشید. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. آیسته سیفی ازفی محترم عملیات را تو را بری کن. شما از آن طرف رفتی. خدا را شکر فاتحه کردیم. دیگر انتظار نشده پگاه توی میکن. هر چیزی که شما گوید آقای مسلم. وای پگاه بر وقتی بد نیست مگر؟ باید تیاری بینیم خدای زیاد. البته تیاری میبینیم دخترم. حجت با تیاری دیدن نیست دیو. توی کلو نمیکنه. بله راست. مادامی که آقای مسلم همین طور میخواهند پگاه توی میکنیم خارجی. من چی بگم پسرم؟ خودتون میدونید. آقای طاهر شما چی فکر دارید؟ پگاه در نقطه طبی یگان کار نیست؟ خانه‌دار شوی از همه مهم است. کارها رو بد میکنیم. تمام آقای مسلم. فردا بگاهی توی میکنیم. خیلی خوب. کار خیر را باید زود انجام دهیم. ولی چند سال بنداتم. بچه ها به خونه دارن. شما کیسید؟ از ما چی بخواهید؟ صدای چی پرانه از خانه من است. نبید مگر نه یکان تاکان از اینجا زنده نمیبراید. زینال اگر پرونده رو باز نکنی اول سرک بمیرم. نه پران
سلاحایتان رو پرتایید وگرنه او رو بپرانم. سلاحاتون رو پرتا. پسر ردیف و کربادی وفاداری تشکیلات بشود. آقای زینال بیایید رفتیم. اگر از پشیم آدم گریستی پسرت رو بپرانم دانسته باش. سربازان خبر دهید مجرور را باشد و دهه آبی کلام برید. خدا از تو راضی باشد کلی. از شما نیز امک مسلم. شب خوش. شب خوش امک مسلم. در امانی خود. شما هم امک جان. شب خوش. نغز بنیدم. شب باشید. مبارک شود دخترم. امان خدا. مبارک شود. شبتان خوش مادر. برفین اینجا خانه توست. تو حالا هم همسری من هستی. به خانه هد برگرد برفین. نگذار که آدمان در حقت فکری بد کنند. تو رفته دلی همسرت رو یو. مادر من به نقطه تیبی می روم. باید با آقای حامد سوزاندارو گذرانم. میلش. تو کشتی؟ عجبت. خوب هستی پسرم؟ خوبم امک حامد. قریب سوداندار رو گذراندن رو فراموش میکردم. همین که به خاطرم رسید. وقتی تو رو نگیرم گفته دویده آمدم. در وقتش آمدید امک حامد. ها بله در وقتش آمدم. این زن کیست؟ آوازا شنوس می نماید. کچه؟ خدایا توبه. کچه؟ برای چی منو کشتن خواستی؟ برای وطنم. دولت خواست که تو مرا کشی. بهوده خودت رو آزاد ندید دختر. خواهین بودنت و اینقدر آدم رو فریب داده زهرآلود نمودنت رو نقض میدونم. که چه؟ طاهر به تو نیکی های زیاد کرده است و او تهمت نکن. مادر تمام آرام شوید. شما به خانه روید. برفین رو تنها نگذارید. کنگوی که چه؟ کدام خواهینی طاهر رو دیدیه؟ با تشکیلات های خارجی همکاری داشتنت را میدونم. جاسوس بودنت را هم. با بهانه تشکیلی محافظان و چشم مردم خواب پاشیدنت را هم. لیکن من نمیگذارم که دولت را استفاده برده به آن خیانت کنی. چرا چنین فکر میکنی که چه؟ آقای دکتر زود باشه. آقای زینال آمدن. یکی از آدمان آقای زینال گردار شده است. رفتیم.
شما چه میگویید مادر جان؟ چرا که چه قصد جان یک کم رو کرده است؟ به خدا من هم نمیدونم دخترم. تو خاینی، تو جاسوسی میگوید نمیدونم. من رفته با صحبت میکنم. برفین ایستا. Ağır ketiye dilim Yılmaz باز به نزد او میروی؟ چرا این طور میگویی زیلن؟ برفین همسری من است. گوش کن، من به تو برای با من وعده داده بودی که با من مثل شوهرم زندگی میکنی. یکی شب با برفین گپ زدنت رو شنیدم. زیلن، احوال برفین خوب نیست. میترسم که یگان کاری خطا نکند. گرچند او با من جنگ کند هم مرا پیش هم کنم، من باید او را تنها نگذارم. او را باید دستگیری کنم. من رفتم. برفین یک دقیقه با من گوش کن. از من چی میخواهی؟ تو رو از شوهرت که با بالای تو زن گرفته از نجات میدیم برفین. با تو خونه دار میشوم. من به این هم خونه دارم، یک طرف است. تو رو از دوره کودکی دوست میدارم برفین. من عذابهای تو رو دیدن نمیتوانم. التماس با من گوش کن. هیچ نباشد 5 دقیقه با من گوش کن. برفین در خانه است؟ نه، به نظارت خانه به نزدیک کیچه رفته بود. کیچه در نظارت خانه چیکار میکند مادر؟ دیروز قریب طاهیر رو میکشته. کو یک رفته بینم. حالا هم مرا فراموش نکرده ای؟ حالا هم تو رو دوست میدارم کیچه. من هم تو رو دوست میدارم. او گرفته رو برداشته نمیشود. یاشار به من کمک کن. به خاطر روزهای گذشته کمک کن. از من چی میخوایی کیچه؟ مرا رها کن یاشار. کیچه؟ باور کن من دیگر آدمی تشکیلات نیستم. از این پس برای دولت کار میکنم یاشار. دروغ نگوی کیچه. به خدا راست میگویم. اگر حالو همه را دوست داری کمک کن، از اینجا گریخته روم. یلماز گناهکار است. با تو ناحقی کرده است. من انتظار میشوم تو از یلماز جدا شو. من به تو خونه دار میشوم. سلیم، عقلت رو به سرت گیر. درد دلت رو گوش کردم، بس اکنون رفت. من تو را از ساعت دل دوست میدارم. به خدا قسم من به مثل یلماز نیستم. یک طرفی برفین دور شو از من کن سلیم. برفین سرده سلیم. برفین سرده میگویم مرا. سلیم سرده میگویم نمیفهمی. سرده من به تو نگفته بودم که تو را دیگر در اطراف همسرم نبینم. نگفته بودم اصلا. عزیزت به ناموس. یلماز سرده یلماز نزد. مگر کم رو نمیفهمی. راه گر برفین به خانه میروم. نمیروم سرده مرا. به هیچ کجا نمیروم. برفین به خود بیا. سری مرا با بالا نگذار. تو که صاحب نیستی. از این پس همراهی من میستی. فهمیدی؟ نمیستم. با من کاردار نشم. همش تمام. تو زنی دیگر داری. گپت با من دیگر نمیگذارد.
دکتر زود باش. چی شد آقای زین؟ گردار آوردم. در درون است پسرم. چی شده است؟ چه زخم داره؟ کی زخم دار کرده است؟ آقای زین. سلاحداران پسرم را گریزاندند. در حال به سربازان خبر دادم. از پسشان آنها شدم. انشاءالله پسرم را صحت و سلامت می‌آورم. آخر نه پسرم فرزنددار شد. شما اول آرام شوید. آرام شوید آقای زین. بیا شینید. دارید بزنید. بیا شینید. آرام شوید. آرام شوید. خانه‌ام را سوزاندن، حامی پسرم را بردن. کی می‌داند با او چیکار کردند؟ آقای زینال شما خواطر نشوید. بیایید به سربازان هم خبر دادیم. انشاءالله رو نجات میدیم. شما سیر نشوید. خواطر نشوید. شد. آرام شوید. آرام شوید. احوالش چه است دکتر؟ هیچ جای خواطری نیست آقای زینال. همه خدا را شکر. خدا از تو راضی باشد. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. میگوید کماندان پسرم را یافتید؟ در تاریکی شب کفت و کب نمودیم، لیکن افسوس ایزی آنها را گم کردیم. ای خدا از من سلاحدار نمیبراید دانسته باشید. بهوده کوشش نکنید. من به خلق و وطن خودم خیانت نمیکنم. این را دانسته گیرید. دمد را گیر ابله. چیزی را ندانسته بهوده نلق. ما در اینجا بهر خلق و وطن خدمت میکنیم. اگر آدم بر این گوش کنی در اینجا آهسته آهسته همش را میفهمی. سراسیمه نشو. با نوبت اول کشتن را میآموزی، بعد مردن را. یکم این که پسری آقا تو سلاحدار نیو بلکه جنگاور میشوی. دوم این که هر وقتی که ما خواستیم لازم شود پدرت را به قتل میرسانی. تو برای ما خدمت‌های بزرگ خواهی کرد. با کمکت آقای زینال مجبوری هم باشد طرفداری تشکیلات میشود. من بازیچه دست شما نمیشوم. از طرفدار شما بودن و مانند شما شدن خدا جانم را گیرد 1000 بار بهتر است. ابله وطن آرام شو. وطن او با ما لازم میشود. وطن اتن برو آماده کرده به نزد من بیاد. اطاعت سینا. به عملیات میرده. خلیفه اشترا نمودی که او را کشم. سینا راضیش نبود، ولی باز نمیدونم برای چی این کارو کرد. خواطر نشد آقای دکتر. میبینید گریخته است. این چی خیلی بشه آقای دکتر؟ گریخته است. نباید دور رفته باشد. زود باشد دستا میرویم. مرا ببخش دکتر، من مجبور بودم. این همون دمی نیست که به تاهیر فرو داده بود. این خودش چی کم است؟ این چی کار است؟ این عراق و اسلحه برای یک گروه بسنده است. چی کار کردن اینها را نقض می‌دارد؟ البته اینها سلاح‌های تشکیلاتند. جایهایشان را انیق کردیم. در جایهای دلپور پنهان میکنیم. در وقتی لازمه آنها را برآورده استفاده میبریم.
آن دکتر با ویستان بگشت. پولهای دادم را قبول نکرد. من حیران نشدم. میدانستم که او را خریدن ناممکن است. دخترم در اینجا چیکار میکنی؟ توی سر میشود همه جمع شدند. بیا رفتیم بلکه توی در خانه هشان میشود؟ نه دخترم، در خانه حامی. آنجا وسیع از گرته، در آنجا میگذرانند. یلمت هم در آنجاست؟ البته دخترم. چیکار میکنی؟ بیایید رویم. او چه نیت دارد؟ عاقبتش بخیر شود. آفرین همین انگوشتری ها رو بیارید ببینید روی قدر دیگوشتر. خدا با اونها عمر دراز بوسه پیر شود. مبارک شود. تبریک میکنم. خدا با شما بخت سفید دهد. خدا خوشبخت گرداند. هم دیگر مبارک شد. فرد رو دیگم تشکر یلماز. تشکر. مرحمت آقای مسلم. نوبت شما سردار واردت. خدا بخیر. بخیر گوش کن. من برای خوبی خودم. جواب مرا ده یلماز. تو چی گفتی بخیر؟ جوابم رو ده. من با سلیم خونه دار میشم. تو چی ها میگی بخیر؟ جوابی مرا ده. من با سلیم باشم هر میگم. این کار ناممکن است. جوابت رو نمیدم. جوابی مرا ده. مرا سر ده. برکین دیگر زندگی نیست. بخیر. چه شد پسرم؟ جوابم را ده میدی. چی؟ تقریبا شده است. من حاضر هستم با اجرت مادر بد گپ میزنی. حاضر آقای مسلم همین جا است. بله خیلی مبارک شد. بیا میرویم میهمانان خیلی میکنیم. بسیاری بچه ها با اون جز داریم. پسر
سلیم چی شد خیزان؟ چی واقعا؟ بس یک خبری نمی‌آوردم. بیا گرنگ نکن. من شنیدم زمان دیده اومدم. برفین این رو دست داشته است و یلماز گفت که جوابم رو ده و سلیم به شوهر میبرویم. راست میگوی خیزمو؟ البته راست میگویم. شنیدم که به خدمت میروی. برفین چی میشود؟ چی میشود؟ اول باید برفین رو بدنه گیرم. دختر از ترس یلماز میخواد با من رسد. از یلماز ظالم او رو نجات میدیم. برفین رو میگیرم. بیهوده هوس نکن. یلماز جواب برفین رو نمیدهد. یلماز به دختر ظلم میکند. من باشم مداخله کرده نمیتوانم. من اگر لازم باشد برفین رو میگریزانم. مگر گریزانده میتوانی؟ یلماز رو میکشد فهمیده گیر. برای برفین جانم را فدا میکنم. مادامی که او زوری رو به کار میبرد من هم با او همین طور رفتار میکنم. چاره دیگر نمانده است. دختر را میگریزانم. التماس خیزبان این رو به کسی نگوی. زنده باشیم باز رو میخوریم. سلیم این با چه دیوانگی؟ فقط به خدمت حربی میروی بازگون بیعقلی نکنی. تماما که من همینجا هم خواتیر نشوی. شما خیره که یشار؟ به طورم خیزبان به طورم. خیر درباره چه گپ میزدید؟ به خدمت چه شده است؟ هیچ گپ نیاکا. آخر به خدمت میروم. برای خیر خوشکنی آمده است. خیر شد به درون درو. تو را دیدنی میآیند. مایل شکا. آی سلیم میترسم که بازرگان کار کرده سرمون رو به بلا نگذاری. اکنون با که باور کنم اگر آنها باز با مقابلم برایم. خدا جان چی کار کنم؟ به من یاری به به من راهی رو نشان ده. تو سالها در کوه گشته سلاح به دست گرفته مبارزه برده ای. به هر حال تروریست شده گفته ای. بله تروریست. میگویم که تجربه خوب داری و برای تشکیلات حالا هم لازم هستی. با کدام روی نزد دکتر برگردم؟ یشار او به من یاری میدهد. دیگر چاره نیست. نزد یشار میروم. بله پسر جانم. خدا خواهد پسر جانم خدمت وطن رو با سری بلند اجرا میکنی. یشار این چای رو به جوان ها بده. خوب شده است. کنیده تو نشین من چای رو خودم میدیم. کنی گیره جوان. تشکر. مرحمت گیره. آفرین. مرحمت شما هم گیرید. متشکرم. پسرم اکنون به سفر می روی. خدمت را که بود کرده اومدی عروس می آرم. برای خلق و وطنت با ننگ و ناموس خدمت کن. الا روزهای خوب نصیبت گردد. در پناه خدا باشی پسرم. خدا یارت بود.
از من نگریز. با تو گپ زدن میخواهم. من گپ زدن نمیخواهم. جوابم را ده. گفتمت چیست برفین؟ تو از چی ناراضی؟ برفین من تو رو میفهمم، اما سراسیمه شده بعد پشیمان میشوی برفین. بیا کمیدم. از من صبر طلب نکنید که جوابم را دهد. قرار من قطعی است. با شما چی ها؟ با بالای زنش رفتشینم ها؟ شما همین را میخواهید؟ نه با یکون جا نمیروم، در یکون جی خونه میشینم. نه اگر شما نخواهید به نزد سلی میروم، اون مرا بدلی میگیرد. برفین گوش کن، این کارو نکن. چرا آمدی؟ یا اینکه دلت طاقت نکرد؟ برفین یلماز تو مرا زدی. مرا ببخش برفین. چی طور شد خودم نفهمیدم. با تو گپی گفتنی ندارم. یلماز همش تمام. برای من دیگر وجود نداری. تو هم این را قبول کن. جوابم را ده. مرا از شکنجه رها کن. برفین در را بشو. برفین من تو رو چکر جواب دهم؟ من این را تحمل کردن نمیتوانم. برفین میشنوی؟ جوابی تو رو نمیدهم. تو زنی من هستی، به همین دور میمانی. مرا میشنوی؟ برفین گوشا در را. من جوابت نمیدهم. تو را با کسی نمیدهم. برفین من تو را با کسی نمیدهم. یلماز او را هم فهمیدنم لازم. این مسئله را آسان حل کرده نمی شود. این مسئله برای هممون یک امتحان شد. میفهمی یلماز؟ ما باید صبر کرده دعا کنیم. توی تو وارد سلامت آنومه دارم. وای با پیش پایان نگاه نمیکنی. کجا میدمی؟ خیز گریه نکن، هیچ گپ نه. یاشار تو هم زود باش، نهاری تیار است. یاشار سلام علیکم. چطور میکنی؟ و علیکم سلام علیکم. با خدا دیروز کمی دیر کردم. سلیم را دیده نتوانستم. اون رو با خدمت حربی میفرستی گفته شنیدم. میرود انشالله. انشالله روز میبینیم که خدمت را بود کرده آمده. لازم نبود. الله زود رفته برگردد. میبینیم که مرد زیبا شده برگشته. تشکر اکی. در پناه خدا مونید. کیچه؟ چرا گلغم در اینجوری؟ چرا نرفتی؟ یاشار مرا ببخش، لیکن یکون جایی میرفتگی ندارم. با من یاری ده. اگر با من یاری ندهی مرا میکشم. تو چه میگویی کیچه؟ کی تو رو میکشد؟ مرا فریب دادن یاشار. چی شدنش رو فهمیدم. سلاح رو گرفته گریختم، اما با کجا رفتن و با کی باور کردنم رو نمیدونم. من غیر از تو دیگر هیچ کس ندارم یاشار. خوب کردی که آمدی کیچه. نترس، تو رو هیچ کس نمیابد. من حاضر رفته به توحید خبر میدیم. نه به نزدی اون نرم. از اون شرم میدارم. این طور نگوی کیچه. در این لحظه او یاری میدهد. همین جایی است. حاضر رفته برمیگردم. انشالله شفا بیاد. خدا شفا بیاد. تشکری زیاد دکتر. تشکر. خدا شفا دهد امر جان. بیایید. تشکر. هزار سال شده. کیچه با خیر است یاشار. به خانه من آمده است. یاشار کیچه تو در اینجا چی کار میکنی؟
سلطان نپرس، سرم در بالا مونده است. برای یاری نزد یشر آمدم. چی؟ دیگر آدم نیافتی که چرا با اینجا آمدی؟ نمیمانی که کس با آیلش آرامانه خوشحال زندگی کنند؟ در اینجا چی گم کردی که اینجا آمدنم خوب نشد. مرا ببخش، من خطا کردم. از یشر هم نرنج. ما میبرویم سلطان. کجا؟ مرا ببخش دکتر. برای تو را کشتن مرا فرستادم. مرا با یک بازی کلان وارد کردن. دیر فهمیدم. چی میگویی کجا؟ نقل کن چی شد؟ در باره تو گپ بسیار است. این را از من خواستم. برای خدمت‌های کردت میخوان تو را نیست کنم. آنها چی مسئله دارند؟ با تو چی فرمودند؟ بر ضد دولت مبارزه بردن را. اکنون آنها مرا زنده نمی‌مانند. تو چی میگویی که چه؟ این چطور شد؟ آنها کیستند؟ سلطان یک آدمی بالا مقام پیدا شد. جزای فرمانها را می‌دهد. گفت که تو سالها در کوه میگشتی، اکنون با دولت همکاری میکنی. هیچ باوریم نمیآید کجا تو چطور به این دام گرفته؟ این را کسی نفهمد دکتر. از دستی آنها دیگر خلاصی ندارم، علاجی ندارم. اول میخواستم که به دولت خدمت کنم، لیکن آن سرخی گفتگی چگونه آدم است؟ به هر جایی که رود همه درها برایش باز است. خیلی شخص قدرتمند است. همه از او در هراسند، میترسند. مرا هم نزد او بردن دکتر. به من جنایت‌های زیادی فرمود. فهمیدم که چه آروم شو. گوش کن، البته با تو کمک میکنیم. این کار خیلی جدی است. یک شخص به تو پول پیشنهاد کرده بود. به یک جا سلاح زیادی روان کرد. زمانی میرسد که آنها با این سلاح یکدیگرشان را میپرانند گفته صحبت میکردند. من همه سلاح را گرفته گریختم، اما نمیدانم به کجا روم، به کی باور کنم، نمیدانم دکتر. خواطر نشو کچه، به گروه خبر میدیم. آماده تو رو میبرم. از آنها همشو فهمیده میگیرید. کچه تو از آنها نترس. نه دکتر، تو نمیفهمی. آنها در همه جا مرا زنده نمیمونند، مرا میکشند. کچه با تو میگم نترس، با تو هیچ چیز نمیشود. بیا رفتیم. در نظر نوبدار میگذارم. آنجا بخطر است. کجا میروی یشر؟ چی کاری مهم داری؟ از من نرفت سلطان. این کاران طوری که تو گمان میکنی نیست. بله، درست است که یک وقت او را دوست میداشتم، لیکن نصیبمان نبوده است. تو زن من هستی، او برای من خواهر است، کسی ندارد. اگر اجازه دهی او را به سوری نگذارم. این کتاب شد. کی با این جسارت کرد؟ این کار تو کجا؟
در نزدیکی ها گروهی سیاری زود عمل است. آنها آماده تو رو میبرند. انشالله دکتر. کشه بس از خودت رو اینقدر عذاب نده. گوش کن، اگر در اینجا یکون چیز لازم شد بنا بدار گپ زن. من به نزد بیماران میروم. خوب دکتر، خدا از تو راضی باشه. تو خیلی آدمی خوب هستی. برای عذاب‌های داده مرا ببخش. همش خوب میشود. خیلی شد. خدا میپوشم. تشکر زیلان. هوا خنک. این رو هم گیر. رویت رو میپیچم. لازم نیست. یلماز با چه قرار اومدی؟ جوابی برفین رو میدی یا نه یلماز؟ من چه خیلی جوابی او رو میدیم زیلان. میدونم حیاتتان رو سوزوندم. همه کارش شد. برای این رو از تو خواستنش البته سببی هست. جوابش رو ده یلماز. باز یکم بلای به سرت نورد. باری دیگر به تو میگویم زیلان، برفین همسری من است و همیشه همیشه میماند. دست درد رو ندینم نوشی جانتان با. شما زحمت نکشید، من جمع میکنم. برفین گوش کن دخترم، اینها رو به عکت بر. ای بس چیزی نخورده رفت. به خدا کار این طور نمی شود. چیکار کنم نمیدونم گلی. ایبی چی شده ایستاده است؟ زیغ نشو زیرا، خداوند کسی رو تنها نمانده است. خودت رو به دست گیر. به روزگی خدا مگر کاری می شود. البته اگون راهی نشون می دهد. انشاءالله. دعا کردن لازمه فیضلال، اما یک جای دعا میکنه. اله آمین. و دخترمون برفین صبر و طاقت ده. مدد کن که رنج ها از دلش تازه شود. کسی رو بیچاره نگردان. خدایا تو از همه دردها خبر داری. دعا میکنیم که از همین خاندان درد و رنج ها دور شود. دعای کرده ما را به درگاهت قبول فرما. آمین. 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 خوش آمدید. خدا از شما راضی باشد. ما هممون با تو هم دردیم. بسیار زیغ نشو. خداوند بزرگ است. خواهرها ثواب است اگر هممون بعد از نمازهایمون از خداوند برای برفین صبر و تحمل خواهش کنیم. انشاءالله چویش میدیم. خوش آمدید. انشاءالله. مادر، من این رو با کم داده می آیم. برفی، دختری زیبایم. کمتر چهره‌ات را کشو. انشاءالله همش خوب می شود. با صبر باش دخترم. خیر جانی مادر. برفین صبر کن، به تو گپ دارم. یگان گپی میگفتنی امونمون یک ترکیست. برفین تا با من گپ نزنی نمیمانم. برفین سرده مرا.
ایستا برفین چرا گوش نمیکنی؟ چرا اینقدر یک راه هستی؟ اما بدان مادامی که تو مرا فهمیدن نمیخوایی من هم تو را نمیفهمم. جوابات را نمیدهم. بازوری برفین رو مجبور میکند. فهمو یونس گفته تو شود، اما تو هم بدون که راههایمون جدا شدند. هرچند در نکاحی تو باشم هم تو برایم مرده ای. بگذار در نکاحی تو باشم اما یک روز عوض نمیشد. تو رو میگریزانم برفین، از دست این ظالم نجاتت میدهم. چی شد برفین؟ از برای خدا مادر دیگه چیزی نگوید، دیگر صبر و طاقتم نماند. خوب دخترم، بس است. ای خدا با ما کمک کن. من خودم میبرم. دکتر چی شد آقای زینال؟ احوال کودک خیلی بد است دکتر. آرام شد آقای زینال. شد آرام شد. او را با در و بدیل خواطر نشد آقای زینال. همش خوب شد. پسرم بخیر است مادر جان. برایت کمی خوراک آوردم پسرم. تشکر مادر جان، اما حاضر بیمار دارم، دیرتر میخورم. خودت میدانی. مادر نگردی. برفین چی حال دارد؟ همانطور خیلی روح افتاده است. برفین نترس برفین. تو اینجا چی کار میکنی؟ من همه چیز رو میدونم برفین. آن یولمز ظالمی میکند، تو را رها کردن نمیخواهد. بگذارم این طرف باشد و تو چی؟ خواهشی با من آیله دور شدنت را میدونم. یولمز جوابت را ندهدم از من میشوی. تو چی ها میگوی سلیم؟ سنده میگفتگیم همین. از من شان نکن. شنیدم که مرا دوست میداری. یولمز تو را رها کند من از خود میکنم. مادامی که یولمز تو را جواب دادنی نیست، ما هم بغیر از گریختن راه دیگر نداریم. یکون چیزی میگیریم دیگر باشد گیر میکنیزیم. از بحری خدا سرده مرا سلیم. یولمز رو بینه نکشد سرده. نترس. سرد را به بالا گرفتار نکن. کسی به من چیزی نمیگوید. حالا از اینجا به جای میرویم که هیچ کس ما را یافته نمیتواند. احتمال سلیم رو از اینجا. ای بس به هر دویم خوب نمیشود. حالا ایست مادرم اقام بیایم این کار رو هر دویم حل کرده نمیتوانیم. نترس هیچ گپ نمیشود. سرده سلیم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. عزیزم از تو رفتم یادت نکردم. عزیزم وقتی تو را در بر ندارم، هوای دیگره بر سر ندارم. آقا جان من در عذابم، تو از شهر خدا اینجا رسیدی که در کوه نگاهم خانه سازی. ماهی که تو خانه ای دل آباد کنی آن به فقط یکنی. پایه یا چای جان شیری سفیدم دادی. طیراخه تقدیر
فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.